خب سلام. میخوایم که راجع به ابهاماتی که راجع به پوینت داشتیم سر کلاس مقدار صحبت بکنیم. بعد اونم دو سه تا مطلب جدید رو با هم دیگه مرور بکنیم و در ادامه شما بتونین تمرینای این هفته رو انجام بدین. بیاین ببینیم بچه ها به چه حالتهایی میشه پوینت ایجاد کرد و این پوینتی که این ایجاد میکنیم رو به چه نوعی میشناسه پایتون وقتی میخوایم ازش استفاده بکنیم. چون تمام مشکلاتی که پیدا میکردیم سر کلاس این بود که مثلا فرض کن اروری که میخوردیم این بود که جی او آی دی رو من نمیتونم باهاش این کار بکنم، تیر دی پوینت رو نمیتونم اون کار بکنم. پس بیاین یه بار برای همیشه انواع پوینت رو با هم دیگه چک بکنیم ببینیم به چه شکلی. خب یکی از اشکالی که ما پوینت ایجاد میکردیم چی بود بچه ها؟ همین که یه دونه تاپل ایجاد بکنیم و داخل اون تاپل مختصات XYZ رو در اصل ما ثبت بکنیم. این خروج دیتا تایپ این چیه؟ تاپله. خب یعنی شما هر جایی بخواین ازش استفاده بکنین ایندکسیکال منر اینجا جواب میده. یعنی شما اگر خواستین این آیتم رو، آیتم صفر رو، آیتم اول رو از PT صفر خارج بکنین یا خواستین مثلا بهش چیزی اضافه بکنین یا چیزی ازش کم بکنین، در هر صورت میتونین از طریق ایندکسیکال منر بهش دسترسی پیدا بکنید. ولی کن تغییر اون صرفاً به خاطر اینکه تاپله از اوورراید کردن امکان پذیره. یعنی شما نمیتونین به فرض مثلا بنویسین PT صفر آیتم صفر و برو اینو برا من مثلا مقدارشو تغییر بده بکن یک. خب اگر شما اینو الان بخواین اجرا بکنین بهتون چی میده؟ خطا میده. من اینا رو الان کامنت میکنم. خب ببینین رانو که بزنم چه خطایی به من داده. اینی که تاپل آیتم اساینمنت قبول نمیکنه. چرا؟ چون گفتیم تاپل رو نمیشه ایمیوتبله، نمیتونیم داخلش رو تغییر بدیم. خب پس این یه نکته. ولی کن امکان دسترسی بهش رو دارین. یعنی شما اگر بخواین همین رو پرینت بکنین چیه؟ بهتون یه امکانو میده. ببینین چاپ کرد براتون صفر. پس این یک تیپی از تعریف پوینته. خب مدل دیگه ای که ما می اومدیم پوینت تعریف می کردیم این بود که من الان روشن کنم. این بود که قبلی هم باید روشن باشه. ما بیایم یه پوینتی رو خب توی فضا اد بکنیم و همزمان اون رو چکار کنیم؟ ذخیره بکنیم داخل یه متغیری. این میاد اول چیکار میکنه؟ همیشه نیمه راست رو اول انجام میده دیگه. خب اولین کاری که میکنه میاد میبره پوینت شما رو توی فضا اد میکنه. خب ببینین این فقط با هم الان اینجا هیچ پوینتی توی راینو نیست. من ران میکنم پوینت رو آورد. خب اول میاره مثل اینکه اینجا اد میکنه و اون اد شده رو داخل PT یک ذخیره میکنه. خب ما میدونیم اگر پوینتی از داخل محیط راینو بیاد و داخل محیط پایتون قرار بگیره ذخیره بشه دیگه به صورت GUID خواهد بود و ما دیگه تاپلی نداریم. در صورتی که ببینیم این PT صفر اینجا تاپل بود. درسته؟ خب بیاین با هم ببینیم این PT1 الان چیه. PT print تایپ PT1 ببینین GUID. خب پس GUID الان همین اگه من صفر کنم بهمون چی میگه؟ میگه تاپله. درست شد؟ ولی تو اون حالت میشه GUID. چرا؟ چون اول برده داخل محیط راینو اد کرده و اد شدهش رو برگردونده داخل پایتون ذخیره کرده. پس این هم یک مدل. خب حالت دیگه ای که میتونیم نقطه ایجاد بکنیم اینه که ما بیایم یه مختصاتی رو تعریف بکنیم. x یه مقدار، y یه مقدار، z هم یه مقدار. خب
و بعد اینها رو مختصات XYZ رو داخل تاپل قرار بدیم که باز هم با حالت PT صفر تفاوتی نمیکنه، فقط شما دسترسیتون از بیرون الان هست. یعنی شما اگر خواستین چیزی رو تغییر بدین خیلی ساده اینجا 2 رو میکنین 5. خب در صورتی که اونجا باید میومدین کل تاپلتون رو رایت میکردین، اوور رایت میکردین. درست شد؟ پس این هم PT 2 رو اگر ما بخوایم اینجا با هم ببینیم، PT 2 تایپش رو من میخوام مشخصا. خب چی به همون الان نشون میده؟ تاپل. ببینید این تاپل. درست شد؟ خب پس اینم یه حالت. اما بیاین بریم حالتهای دیگر رو ببینیم. خب توی حالت بعدی تکرار حالت قبلیه در اصل. من تعمدن این کارو کردم به خاطر اینکه اینجا یه بار هارد کد کردم. خب اینجا اومدم چیکار کردم؟ XYZ رو تعریف کردم و با مختصات XYZ اومدم اد پوینت کردم. خواستم همه این حالت هایی که میشه رو با هم تست بکنیم که دیگه بعدا ابهامی روش نباشه. خب پس الان ما میدونیم چه PT2 رو من بذارم داخل این، خب چه خود XYZ رو که یک تاپل بود رو بذارم داخل این، داخل اد پوینت، به خاطر اینکه اول میاد پوینت منو اینجا چاپ میکنه، رندر میکنه و بعد اینو وارد محیط پایتون میکنه و به اون متغیر نسبت میده. چی میشه؟ GUID میشه. پس تایپ این پوینت الان اینجا چیه؟ GUID. پس توی هم این حالت، هم این حالت و هم این حالت هر سه GUID داریم. یعنی در واقع هرگاه از اد پوینت داریم استفاده میکنیم، فرقی نمیکنه داخلش تاپل بنویسین، هارد کد بنویسین، یا اینکه یک متغیری که بیرون پوینت تعریف شده به صورت تاپل مثل PT2 اینو بیاین داخل قرار بدیم. هر سه رو چیکار میکنه؟ بهتون GUID برمیگردونه. اما یه حالت دیگه ای که ما میتونستیم داخل پایتون پوینت تعریف بکنیم این بود که بریم به واسطه گت آبجکت از داخل محیط راینو یه دونه پوینت رو وارد محیط پایتون بکنیم. خب همونطور که میدونین هر وقت قرار چیزی از راینو به پایتون وارد بشه GUID میشه، یعنی فقط GUID میاد این طرف. درسته؟ خب با همین منطق PT 7 رو با هم اگر نگاه کنیم باز دوباره چی به همون برمیگردونه؟ PT 7 چون گت آبجکت نیست یه نکته داره. بذارین اینو با هم پس اینجا مرور کنیم. پس تا اینجا من اگر این خط رو بذارین یه بار اصلا با هم چک کنیم اینجا رو، من اینا رو دیگه فعلا باشون کاری ندارم. خب ببینیم من الان کد رو ران میکنم، به من میگه select point، یه دونه پوینت پیغامیه که خودمون تعریف کردیم. من این پوینت رو انتخاب میکنم. خب الان پوینت رو داخل خودش داره. اینجا به همون چی داره برمیگردونه؟ من اگر بنویسم print type PT 6، خب اینجا به من چی برمیگردونه؟ بذارین یه بار دیگه تست کنیم. این ببینید GUID به من برگرده. خب حالا اگر که به جای get object خب ما بیایم از get point استفاده بکنیم، ببینیم با هم دیگه به همون چی برمیگردونه. یعنی من همین رو بردارم، این خط رو کامنت کنم، این خط رو از کامنت در بیارم و یه خط بیایم پایین، اینجا رو بکنم PT 7. الان از من چی میخواد؟ میگه بازم یه دونه پوینت انتخاب کنم، منتها با get point داریم این کارو میکنیم. من این پوینت رو الان انتخاب کردم. خب تایپ چیه اینجا بچه ها؟ راینو جیومتری پوینت 3D. در اصل اینجا پوینت 3D برای من وارد کرده. راینو جیومتری هم یک کتابخونه دیگه ای هست مثل راینو اسکریپت سینتکس که خب میشه ازش استفاده کرد. میخوام بگم اینجا به هر صورت پوینت 3D برای من وارد کرده. خب
حالا اگر بیاین با هم ببینیم این رو چطور چاپ میکنه اصلا. پرینت pt 7. خب پوینت تیریدی رو چه شکلی برامون چاپ میکنه؟ من اینجا پوینت رو انتخاب کردم، میبینیم مختصات رو x y و z دونه دونه بر من آورده. جنسش هم پوینت تیریدی هست، میبینیم تاپل هم نیست. خب یعنی برخلاف فرض کنید من اگر این خط رو بردارم از کامنت آزاد کنم و بزنم print pt3 و البته همزمان pt2 هم باید غیر فعال باشه چون داخلش pt و این سه. خب بیایم ببینیم اینجا pt3 رو به چه شکلی. ما میدونیم که GUID بهمون برمیگردونه. خب نه یه چیز دیگر رو میخواستم اینجا باید با هم چک میکردیم. حالا بذارین تا اینو با هم پرینت کنیم اول، چون تایپش رو الان نمیخوام. من این پوینت رو میزنم. خب آها ببینید اینجا اون 16 رقم رو برای من برمیگردونه. خب اینجا چی رو داره برمیگردونه؟ مختصات رو مشخصا برمیگردونه. درست شد؟ پس این رو در نظر داشته باشیم. این بخشش تکراری بود که گفتیم ولی برای تاکید بیشتر بود. خب پس تا اینجا دیدیم get point هم به ما چی میده؟ من یه بار دیگه فعال کنم. به ما مختصات رو کامل میده. پوینت تیریدی هست و ما به مختصات دسترسی داریم، x و y و z. خب این رو هم کامنت کنیم. بسیار عالی. خب اما بریم سر وقتی که داشتیم راجع به با دیستنس کار میکردیم، مثلا آقای محمدی یه سری مشکلات داشتن یا بقیه بچه ها، بریم ببینیم این دیستنس چی ها رو قبول میکنه. خب من به خاطر اینکه دارم از این پوینت ها استفاده میکنم توی دیستنس، اونا رو از حالت کامنت خارج میکنم تا بتونیم اینجا دونه دونه استفاده کنیم. اولین حالتی که من دارم استفاده میکنم دارم به صورت هارد کد، یعنی اومدم پوینت 1 و 2 رو دونه دونه مختصاتش رو در قالب تاپل تعریف کردم. میدونید که داخل rs.distance آرگومان اولمون پوینت اوله، آرگومان دوم پوینت دوم و میاد فاصله این دو تا پوینت رو از هم دیگه اندازه گیری میکنه. خب و اینکه من بیام پرینت هم بکنم مقداری که میگیره. خب بله بذارین من یه دونه پوینت اینجا انتخاب میکنم، یکی هم اینجا، یکی هم اینجا. خب اتفاقی که هست بچه ها ببینین این دیستنس من اینجا چی شده؟ هارد کد شده دیگه، دونه دونه مختصر، یعنی من از پوینت های بالا استفاده نکردم. خب اینجا دارم چند تا چیز رو بهش گفتم پرینت کنه برام. یکی اینکه گفتم تایپ دیستنس رو برام، من دیستنس صفر رو چه تایپیه برام پرینت کنه، که اینجا بهم میگه فلوت هست، مقدار اشاره. و دوم اینکه خود دیستنس رو هم گفتم پرینت کنه که برام پرینت کرده، گفته فاصله اون دو نقطه که انتخاب کردی 8 و 94. خب پس دیدیم دیستنس با هارد کد کردن مشکلی نداره و میتونه اجرا بکنه. اما بیاین بریم حالت بعدی. حالت بعدی من یه pt 0 و یه pt 3 رو ببینیم. pt 0 یک تاپله، pt 3 یک GUID، یعنی اومدم یکی رو GUID گرفتم یکی رو تاپل. میخواستم ببینم باز عمل میکنه این رو یا نه. با هم چک کنیم. پوینت 0 پوینت 1 و پوینت 3. این پوینت هایی که انتخاب میکنم مربوط به قسمت پوینت کاری به اینجا. خب
باز میبینیم بدون مشکل تونست کارشو انجام بده. تایپ فلوت، مقدار هم که مشخص. خب پس با یه دونه جی او آی دی و با یه دونه تاپل هم کار کرد. تو حالت بعدی من اومدم 2 تا جی او آی دی رو وارد کردم، گفتم نه بیخیال بقیه، فقط جی او آی دی. من این گت ها رو فعلا بردارم تا هر موقع نیازم شد. خب همونطور که میبینیم من این پیتی 1 و پیتی 3 چون داخل تعریف شده بود و نیاز نبود از بیرون بگیریم، بین 2 تا جی او آی دی هم دیستنس داره چه کار میکنه. هم فلوت رو داده هم تایپ رو داده، فلوت هم مقدار رو داده. حالت بعدی که من کار کردم بین پوینت 6 و 7 هست که یه دونه جی او آی دی، یه دونه پوینت تریدی. پوینت تریدی کدوم بود؟ وقتی بود که از get point داشتیم استفاده می کردیم دیگه. خب جی او آی دی هم پوینت 6 بوده، یعنی پوینت هم باز اونم از داخل محیط راینو گرفتیم. ببینیم بین پوینت 6 و 7 من ران رو میزنم، یه پوینت این باشه، یه پوینت هم این باشه. همونطور که میبینید باز هم عمل کرده و بین یک جی او آی دی و یک پوینت تریدی هم تونسته کارش رو انجام بده، هم مقدار و هم تایپش اومده. و به عنوان آخرین مورد من اومدم بین خود 2 تا پوینت تریدی این بار کار کردم، دیستنس رو استفاده کردم، یعنی پوینت 7 و 8 که با توجه به اینکه با گت پوینت داریم این کار رو میکنیم میزنه چی؟ ریترن میکنه برای ما تریدی پوینت رو از پوینت تریدی و از راینو جیومتری. خب من رو پاک کنم، این یک نقطه دوم هم اینجا. خب همونطور که میبینید باز هم عمل کرده، فلوت و مقداری که فاصله بین 2 تا نقطه انتخابی بوده. خب پس تا اینجا با هم دیگه همه حالتهایی که میشد پوینت ایجاد بکنیم رو مرور کردیم یک بار. خب و دیدیم که با دیستنس علیرغم اینکه سر کلاس بچه‌ها چک میکردین و مشکل داشتین، اینجا هیچ مشکلی نداشت. احتمال داره اگر که شما همچنان این مشکل رو میخورین به خاطر ورژن پایین تره، مثلا پایتون یا راینوتون باشه. تا همینجا این ویدیو رو من متوقف میکنم، استاپ میکنم و توی پارت بعدی میخوام راجع به ابهاماتی که در استفاده پوینت و ساخت وکتور با هم داشتیم یه مقدار صحبت میکنم.